بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های بدانای خواهرم. امروز در مورد ارزش جوانی، عبادت در ایام جوانی و نزد الله متعال صحبت میکنیم. مرحله‌ای که قلب پر از انگیزه است، جسم پر از نیرو و روح آماده تغییر و رشد است. در آغاز باید بدانیم که جوانی نعمت بزرگی است و مانند سایه است که زود می‌گذرد، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: در روز قیامت قدم‌های بنده از جای خود حرکت نمی کند مگر آنکه از 4 چیز از او پرسیده شود. یعنی انسان تا زمانی که به این 4 سوال پاسخ ندهد از جای خود در روز قیامت حرکت نمی کند. یکی از این موارد پرسش درباره جوانی و این که آن را در چه راهی سپری کرده است می باشد. حدیث ترمذی. پس باید بدانیم جوانی دوران ساختن است، دوران نزدیکی به پروردگار، نه غفلت. الله متعال در قرآن می فرماید: انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی. سوره کهف آیت 13. یعنی آنان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما هدایتشان را زیاد کردیم. جوانی که نماز می‌خواند، قرآن می‌آموزد، روزه می‌گیرد و خود را از حرام نگه می‌دارد، در واقع در صف خاصان خدا قرار دارد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: 7 نفر در روز قیامت زیر سایه عرش خداوند خواهند بود و یکی از آنان جوانی است که در عبادت خدا بزرگ شده باشد. حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم. پس بدان ای خواهرم، عبادت تنها نماز و روزه نیست، بلکه پاکدامنی، ادب، کمک به پدر و مادر، احترام به استاد و زبان پاک نیز عبادت است. جوانی که نفس خود را کنترل کند، از گناه دوری کند و راه هدایت را برگزیند، محبوب الله می شود. هر سجده‌ای که در جوانی می کنی نشانه محبت تو با الله است. هر اشکی که در تنهایی برای الله می ریزی ذخیره آخرت توست و هر قدمی که در راه خیر برمی‌داری در نامه اعمالت می درخشد. پس اگر امروز جوانی، این فرصت طلایی را با عبادت زیبا کن. از دعا و توبه غافل مباش و بدان که اگر تو در جوانی با الله باشی، الله در سخت‌ترین لحظات زندگی با تو خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.